اگه باورتون نمیشه برید از تو گوگل سرچ بزنید ببینید که همین شهریور ماه بود که سرپرست وزارت آموزش و پرورش رژیم گفت ابتدای سال تحصیلی امسال جشن حذف مدارس خشت و گلی در همه استانها به جز سیستان و بلوچستان و حذف بخاری نفتی از مدارس رو برگزار خواهیم کرد. چی؟ جشن حذف مدارس خشت و گلی؟ بابا این جشن‌ها مثلا باید توی 6-7 قرن پیش برگزار میشد، چون اسم مدرسه خشتی که میاد آدم یاد دوران غزنویان میفته. ولی خب بالاخره این مسئولین ولایی زحمت کشیدن و اگه با همین فرمون پیش برن مشکل مدارس سیستان و بلوچستان هم تا 3-4 قرن دیگه از بین میره. اصلا با همین دست فرمون میتونن سال آینده جشن حذف عقرب از سقف مدارس کشور، سال بعدش حذف مار از زیر نیمکت‌های مدارس کشور، سال آیندهش حذف بولدوزر به عنوان سرویس از مدارس کشور و به حول و قوه قلمی در مرحله آخر هم حذف طناب برای عبور از رودخانه توسط دانش آموزان رو هم جشن بگیرن. یعنی نظام با همین سرعت که پیش بره احتمالاً 27 سال دیگه به وضعیت استاندارد در مدارس میرسه که بدون تلفات بچه‌های مملکت بتونن 1 سال تحصیلی رو از سر رد کنن. البته خب از حق نگذریم، به همت مسئولان ولایی الان همین مدارس به نوعی هوشمندسازی هم شدن. یعنی مثلا معلم بخواد ویژگی مار رو به دانش آموزاش درس بده، نیازی نیست روی تخت اون رو بکشه یا برای نشون دادن مار کاغذ حروم کنه یا کتابی براش چاپ بشه. معلم الان میتونه زیر نیمکت رو نشون بده و بگه آها بچه‌ها اون ماره، اون یکی کناریش هم عقربه که هنوز تو درس بهش نرسیدیم. بله، ویژگی بعدی این کلاس‌های هوشمند اینه که معلم باید در کنار درس دادن به دانش آموزانش فرار کردن رو هم آموزش بده، چون سقف کلاس هر لحظه ممکنه رو سرشون خراب بشه. از اونجا که نظام آخوندی 40 ساله که مسائل بسیار مهمتری مثل تأمین مخارج جنگ طلبی در سوریه و لبنان و عراق و یمن و اینجور جاها داره، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنه حفظ امنیت و جان کودکان این سرزمین در کلاس‌های درس پرخطر هست و تا زمانی که این نظام شرش کنده نشه این بچه‌ها هم کسی رو ندارن تا براشون دل بسوزونه و مدرسه درست کنه. اون بنای خشت و گلی که باید برای همیشه از تاریخ ایران حذف بشه، بنای خشت و گلی بیت ولایت و مار و ملخ‌های حکومتیه.